4 فضیلت یک سالک و رهروی زن. شفقت. این یک داستان واقعی است که چند دهه پیش در پاریس اتفاق افتاد. پیرزنی که زندگی بخور و نمیری داشت، کیف دستی خود را گم کرد. او برای خرید مواد غذایی بیرون رفته بود و در راه بازگشت در پارکی برای استراحت نشست. متاسفانه او که در افکارش و چالش‌های دوران پیری گم شده بود، کیف دستی خود را در پارک جا گذاشت. وقتی به خانه رسید متوجه شد که کیف همراهش نیست. به آرامی راه خود را به سمت پارک طی کرد، اما هیچ کیفی آنجا نبود. او با ناراحتی به کلانتری رفت و موضوع را گزارش کرد. پلیس گفت لطفاً شکل و شمایل کیف و محتویات آن را بگویید. زن گفت یک کیف دستی مشکی قدیمی است. زیپش خراب شده. کوپن‌های غذا در جیب داخلی کیف است و این تنها چیز با ارزش آن کیف است. من به آن کوپن‌ها نیاز دارم تا بتوانم غذا تهیه کنم. نمیدانم هفته آینده چگونه میخواهم غذا بخورم، چون مواد غذاییم را با کوپن‌ها میخرم. چیز دیگری در کیف بود؟ فقط شناسنامه و نشانیه. پس هیچ چیز با ارزشی در کیف شما نیست، مثل جواهرات. او گریه کرد. کوپن‌ها، من به آنها نیاز دارم. پلیس گفت راستش را بگویم امید چندانی به پیدا کردنش ندارم، اما اگر کسی آن را برگرداند به شما اطلاع می دهیم. 2 روز در پریشانی گذشت و از کلانتری خبری نشد. در غروب روز سوم، درست زمانی که او تمام امید خود را از دست داده بود، صدای در زدن را شنید. در را باز کرد و کسی آنجا نبود. فقط کیف دستیش جلوی پایش افتاده بود و کنار آن کیف دیگری پر از مواد غذایی قرار داشت. وقتی داخل خانه برگشت، کیف دستیش را باز کرد و یادداشت کوچکی در آن بود که روی آن نوشته بود ببخشید خانم، من محتویات داخل کیف را وارسی کردم چون می‌خواستم ببینم متعلق به چه کسی است تا بتوانم آن را برگردانم. اما وقتی کیف را باز کردم دیدم که فقط کوپن غذا در آن است. باید 2 روز زودتر آن را پس می‌دادم، اما امروز منتظر حقوق هفتگیم بودم. داخل پاکت یادداشت مقداری پول و شکلات هم بود. آیا کسی غیر از یک موجود روشن ضمیر می توانست چنین کاری انجام دهد؟ من شک دارم. همه ما آن ویژگی شفقت را در خود داریم و بیشتر ما هر زمان که بتوانیم آن را نشان می دهیم. تفاوت اصلی بین یک فرد معمولی که هر از گاهی شفقت نشان می دهد با یک موجود روشن ضمیر این است که او منتظر فرصت هاست و از این فرصت ها برای ایجاد تغییر در زندگی شخصی استفاده می کند. اعمال محبت آمیز تصادفی قلب ما را پر از عشق و ما را از درون گرم می کنند. قلب بدون شفقت گلی است بدون عطر. با این حال شفقت را نباید با صدقه اشتباه گرفت. شفقت بخشیدن نیست. من دید وسیع‌تری نسبت به این احساس معنوی دارم. اگر کسی با ما بد صحبت کند و ما مؤدبانه پاسخ دهیم، این هم شفقت است. در تمام زندگیم هرگز نشده با کسی بی‌ادبانه صحبت کنم. هرگاه با الفاظ تند مواجه شده ام، سکوت کرده ام و همیشه به این فکر کردم که اگر سر آنها فریاد می زدم، پس فرق من و طرف مقابل چیست؟ به هر حال آزمون ذهن آگاهی آرامش در سختی و ناملایمی است. وقتی تند صحبت نمی کنید، وقتی طرف مقابل را آزار نمی دهید، طبیعتاً بعد از مدتی آرامش خواهید یافت. در ابتدا شما صدمه می بینید، زیرا نفس شما را وسوسه می کند و می گوید هی، من باید این را می گفتم، یا می توانستم به او درسی بدهم، یا باید او را سر جایش می نشاندم. اگر فقط روی موضع خود بایستید و رفتار خود را بر اساس رفتار دیگران تغییر ندهید، مستقل می شوید. این مسیر نیروانا و شادی و آرامش عظیم است، زیرا شما خود را از رفتار شخص دیگر
و همچنین انگیزه های خود رها کرده اید. اگر برای همیشه دیگران را به خاطر نحوه رفتارشان با ما بمباران کنیم، در چرخه ابدی آسیب عاطفی گرفتار خواهیم شد. امروز یک نفر با شما بدرفتاری می کند. فردا شخص دیگری با شما بدرفتاری می کند و پس از آن فرد دیگری دوباره برای شما مشکل ایجاد می کند. دنیا این گونه عمل می کند. مردم شما را قضاوت خواهند کرد. چیزهایی به شما خواهند گفت که آزار دهنده است. اما در طول این مدت چگونه می خواهید باشید؟ اگر واقعاً به برتری در مسیر معنوی، احساس سعادت یا آرامش در تمام وجودتان یا احساس خودآگاهی اهمیت می دهید، هیچ یک از اینها بدون عمل به این فضیلت‌های اصلی اتفاق نمی افتد. وقتی دیگران را آزار می دهیم یا چیزهای آزار دهنده به آنها می گوییم، احساسات افسرده کننده آنها باز می گردد. آسیب همیشه به ما بر می گردد. زمانی که به آرامش نیاز دارید یا سعی می کنید بخوابید یا مراقبه کنید، آن مکالمات در ذهن شما نقش می بندد و خودتان احساس ناراحتی می کنید. آیا تا به حال کسی را دیده اید که سر کسی فریاد بزند و بعد از انجام این کار بسیار خوشحال شود؟ ممکن است راحت شود، زیرا این کار انرژیش را تخلیه کرده است، اما خوشحال نمی شود. افرادی که عصبانی می شوند و فریاد می زنند تقریبا همیشه بعداً در مورد آن احساس بدی پیدا می کنند. شفقت اولین خط دفاعی شما در برابر هر احساس منفی است. نمیخواهم بگویم با شفقت داشتن اجازه بدهید دیگران هر چه میخواهند به سرتان بیاورند و از روی شما عبور کنند. میتوانید محکم باشید. میتوانید عقب بنشانیدشان. اما نه با استفاده از کلمات آزاردهنده. مراقب کلماتی که انتخاب میکنید باشید. اغلب وقتی از شفقت صحبت میکنم، مردم به درگیری‌های بزرگ زندگیشان و سخت ترین روابطشان فکر می‌کنند. مطمئناً شما باید در آنجا شفقت نشان دهید، اما من در مورد نشان دادن شفقت در سطحی پیش پا افتاده تر نیز صحبت می‌کنم. در زندگی روزمره با افرادی که آنها را نمی‌شناسید یا به اندازه شما خوش اقبال نیستند و در شرایط خوبی قرار ندارند، چگونه صحبت می‌کنید؟ راننده، پیشخدمت، کمککار خانگی یا هر کسی که مستقیم یا غیر مستقیم به شما یا زیر دستان شما کمک می کند. چگونه با آنها برخورد می کنید؟ هر کسی حق دارد که احترام ببیند و گاهی شفقت صرفاً احترام گذاشتن به مردم است. صرف نظر از اینکه از نظر مالی، اجتماعی، فکری، اخلاقی یا معنوی در چه سطحی قرار دارند. وقتی مردم را خطاب می کنید، چگونه با آنها صحبت می کنید؟ آیا آنها احساس احترام می کنند؟ اگر من یک لیوان آب بخواهم می توانم بگویم لطف می کنید یک لیوان آب به من بدهید، یا می توانم بگویم به من آب بده. هر حرفی را می توان مؤدبانه و با ملایمت گفت. می توانید درخواست کنید. همه چیز نباید دستوری یا آمرانه باشد. ادب در گفتار اولین محل ابراز شفقت است. هرچه با شفقت تر باشید، پذیرش و عمل به دومین فضیلت الهی در زندگیتان آسان تر است. تواضع. بدون تواضع حتی اندکی موفقیت، نام، شهرت، مقداری دستیابی معنوی یا کسب قدرت میتواند خیلی سریع ما را مغرور کند. تواضع و فروتنی را نباید با ادب اشتباه گرفت. مؤدب بودن به این معنی نیست که متواضع هستیم. بسیاری از مردم تواضع کاذب نشان می‌دهند که شما به راحتی می‌توانید متوجه آن شوید. گاهی با افرادی ملاقات می‌کنم که وزیر هستند یا جایگاه بسیار بالایی در دولت دارند و با خودروهایی در محاصره نیروهای امنیتی و افراد مسلح وارد می‌شوند. آنها نزد من می‌آیند و می‌گویند ما فقط خدمتگزار هستیم سوامی. فقط خدمتگزار مردم هستیم. اما واضح است که رفتار آنها اصلاً این را نشان نمی دهد. آن ادعاها را درون خود احساس نمی کنند. آنها از قدرت عظیمی که موقعیتشان به آنها می دهد لذت می برند.
فروتنی شما باید واقعی باشد. اجازه دهید با استفاده از تجربه خودم به شما بگویم که این موضوع برای افرادی که در لباسهای تشریفات و رسمی هستند بیشتر صدق می کند. مردم به شما عشق و ارادت زیادی ابراز خواهند کرد. مغرور شدن آسان است. من اغلب به خلوت می روم و کاملا تنها می شوم و این کار به من زمان می دهد تا در مورد ماهیت چیزها فکر کنم و همچنین واقع گرا بمانم. اگر متواضع باشید، فرد مقابل شما دچار دیگرگونی ظریفی می شود. من بارها دیدم که این اتفاق افتاده است. اما اگر به نحوه صحبت یا رفتار دیگران با خود واکنشی مشابه نشان دهید، به هر حال هیچ تفاوتی بین شما و او وجود نخواهد داشت. شما به همان اندازه با او احساس ناراحتی خواهید کرد که او با شما. این فضایل به تصمیمات شخصی بستگی دارد. آیا می‌خواهم به فضیلت‌های اصلی خود عمل کنم یا می‌خواهم مانند شخص دیگری باشم؟ آیا یک قدیس باید برای همراهی با عقرب شود یا یک عقرب باید دگرگونی را تجربه کند؟ شاید عقرب بماند و قدیس بماند. شاید این برای ما بهتر باشد. قدیس و عقرب داستانی است که سالها پیش در وبلاگم آن را نقل کردم. قدیسی سعی داشت عقربی را که در رودخانه غرق شده بود نجات دهد. عقرب 1 بار، 2 بار و حتی بار 3 او را نیش زد. اما قدیس همچنان سعی می‌کرد او را نجات دهد. مردی که این را تماشا می‌کرد از او پرسید: چرا سعی کردی عقرب را نجات دهی؟ مدام تو را نیش می‌زد. می‌توانستی بگذاری غرق شود و بمیرد. قدیس پاسخ داد: طبیعت این موجود نیش زدن است. او در کنار یک قدیس طبیعت خود را تغییر نداده است. پس آیا من که قدیسی هستم می‌توانم در کنار او طبیعت خود را تغییر دهم؟ شما باید تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید زندگی خود را رهبری کنید، زیرا مردم همیشه شما را قضاوت خواهند کرد. روزگاری راهبی بود که بسیار بیخیال و سبکبال بود. او آخرین فیلم‌ها را تماشا می‌کرد، مقدار زیادی قهوه می‌نوشید، کیک‌های بدون تخم مرغ می‌خورد و برایش اهمیتی نداشت که مردم در مورد او چه فکر می‌کنند. روزی به خانه کسی دعوت شده بود و میزبان در حالی که با هم به آنجا می‌رفتند با او صحبت می‌کرد. راهب در راه گودال آب کوچکی را دید و به جای دور زدن آن از روی آن پرید. داشت خوش می‌گذراند. میزبان چندان خوشش نیامد. او با خودش فکر کرد: چند دقیقه پیش مطمئن بودم که این یک راهب بزرگ و سرشار از لطف خداوند است. میخواستم وقتی به خانه رسیدیم مقدار زیادی پول و یک وعده غذای خوب به او بدهم. اما بعد از دیدن او که از آن گودال پرید، فکر دومی به ذهنم رسید. این چه راهبی است؟ فکر می‌کردم او روشن ضمیر است، اما مثل یک میمون میپرد و مانند یک فرد عادی رفتار میکند. واضح است که او روشن ضمیر نیست. من هیچ پولی به او نمیدهم، فقط به او غذا میدهم. کمی دورتر به گودال دیگری برخوردند. این بار اما راهب نپرید. او فقط با ظرافت از اطراف آن رد شد. میزبان نمیتوانست از راهب نپرسد: چرا از این گودال نپریدی؟ راهب پاسخ داد: خب آقا، اگر از این یکی هم میپریدم با شکم خالی از خانه شما بیرون میرفتم و شما غذا هم به من نمیدادید. فروتنی نمایش و سیاست ورزی نیست. این احساسی است که در آن فرد کنار شما به اندازه دیگران حق زندگی و کرامت دارد. همه ما بدون توجه به شرایط شایسته احترام یکدیگر هستیم. اگر از من بپرسید میگویم فروتنی نام دیگری برای صداقت است. در نهایت حقیقت راه خود را باز خواهد کرد. این همان چیزی است که من آن را فروتنی واقعی مینامم. شما به همان چیزی که هستید وفادار میمانید و اگر مردم فکر میکنند شما خوب نیستید
اشکالی ندارد، زیرا اینها افرادی نیستند که در زندگی خود به آنها نیاز دارید. آنها به کار شما نمی آیند. آنها نیستند که شما بتوانید زندگیشان را تغییر دهید. اگر مردم به شما افتخار می کنند، به شما احترام می گذارند، شما را دوست دارند و بر اساس چارچوبی که در ذهن خود تنظیم کرده اند شما را می خواهند، بعید است که در مسیر شما همراهان واقعی باشند. کسانی که شما را دوست دارند هرگز نیازی به توضیح ندارند و آنهایی که شما را دوست ندارند به هر حال نمیخواهند توضیحی را باور کنند. فقط کسانی که واقعا شما را درک می کنند این را می فهمند. آنها افرادی هستند که برای شما مهم هستند و کسانی که اهمیتی ندارند هر توضیحی که ارائه بدهید برایشان کافی نخواهد بود. در نهایت اگر به حقیقت پایبند باشید کار خود را انجام خواهید داد. این تفکری کلیدی است و من آن را فروتنی می نامم. نظم. در تمرینات 8 گانه بودا در مورد داشتن تمرکز مناسب و ذهن آگاهی صحیح صحبت می کند که هر دو بدون درجه از انضباط شخصی امکان پذیر نیستند. در هر لحظه از زندگی ما کارهای زیادی وجود خواهد داشت که نمی خواهیم انجام دهیم. ممکن است به این دلیل باشد که آن چیزها کسل کننده و دشوار باشند. حقیقت این است که هرچه خود انضباطی بیشتری داشته باشیم تا روی چیزهای کسل کننده و پیش پا افتاده کار کنیم، زمان بیشتری برای کار روی چیزهای بهتر و سرگرم کننده خواهیم داشت. کریشنا میگوید که یک مراقبه‌گر واقعی کسی است که میتواند با احساس بی‌تفاوتی روی هر دو کاری که میخواهد انجام دهد در مقابل کاری که باید انجام دهد عمل کند. متناقض به نظر میرسد، اما هرچه زندگی شما منظم‌تر باشد، آزادی شما بیشتر است. در واقع انضباط مقدمه آزادی است. اول آن قورباغه را قورت بده یا مارها و خزندگان دیگر را. این یک ضرب المثل معروف است. اگر آن را نخورید تمام روز همانجا می نشیند و غر می زند. اگر فهرستی از کارهایی که باید انجام دهید دارید، در صبح به سخت ترین و زشت ترین کارها بپردازید و آن را به پایان برسانید. برای مثال تمرینات یا مراقبه خود را صبح انجام دهید. اگر سخت ترین کار خود را زودتر از موعد انجام دهید، بقیه روز به زیبایی پیش خواهد رفت. احساس اعتماد به نفس و بهره‌وری بیشتری خواهید داشت. در غیر این صورت در تمام طول روز آن کار نکرده پشت سر شما بازی می کند و می گوید که هنوز باید آن را تمام کنید. مشاهده شخصی من این است که وقتی یک کار ضروری را به تعویق می اندازیم، برخستگی ما می افزاید و اراده ما را از بین می برد. این امر گاهی زمانی اتفاق می افتد که من هر 2 هفته یک بار می خواهم پست وبلاگ خود را بنویسم. شب جمعه با خودم می گویم صبح می نویسم. وقتی صبح می شود با مردم ملاقات می کنم. بعد از ظهر می آید و می رود و من هنوز چیزی ننوشتم. شب به خودم می گویم خب الان باید مطلبی بنویسم. اما روبروی یک صفحه خالی می نشینم و نمی دانم چه بنویسم. با خود می گویم می دانم که مردم منتظر آن هستند، پس بهتر است چیزی بنویسم. چشمانم را می بندم و پایگاه داده های ذهنم را مرور می کنم تا ببینم چه چیزی می توانم بنویسم و این کار را به گونه ای انجام می دهم که عدالت را در حق مردم رعایت کنم. نوشتن، مرور، انتخاب تصویر متناسب با موضوع پستم، بازبینی مجدد، برنامه ریزی و بررسی برای آخرین بار و در نهایت آپلود تقریباً 8 ساعت طول می کشد. من می توانستم استراحت کنم، بخوابم یا چیزی بخوانم، اما می دانم که باید طبق قولم در وبلاگم بنویسم. در روزهایی که می توانم مطلبم را اول صبح بنویسم، در طول روز بسیار خوشحال و آرام هستم، زیرا یک کار اصلی انجام شده است. پس سخت‌ترین کار را انجام دهید. چیزی که بیشتر از همه می خواهید از آن اجتناب کنید را اول صبح تمام کنید.
به نظر من انجام کارهای سخت در ابتدای روز بسیار مؤثر است. من حتی هنگام خوردن یک وعده غذا اگر برخی قسمت‌های آن را دوست نداشته باشم ابتدا آنها را می‌خورم. به این ترتیب غذای خود را با یک چیز خوب که دوست دارم بخورم تمام می‌کنم. این فلسفه شخصی من است. با چیزهای دشوار فقط کنار بیایید. آن را به تعویق نیندازید. اگر تصمیمات سخت را به تعویق بیندازید و بگویید بعداً انجامش می‌دهم، به احتمال زیاد روزتان خراب می‌شود. در هر صورت فقط کاری را که باید انجام دهید تا بتوانید روی چیزهای دیگر تمرکز کنید. راماکریشنا پارامهامسا یک قدیس ساده دل و دوست داشتنی بود. او بسیار کودکانه رفتار می‌کرد و به غذاهای خوب به ویژه پودینگ علاقه داشت. یک بار همسرش به او گفت خیلی ها به تو نگاه می‌کنند اما تو مثل یک بچه رفتار می‌کنی. همیشه می‌پرسی امروز چه غذایی درست کردی؟ می‌خواهم یک چیز خوب بخورم. این رفتار خیلی سطح پایین است. اینطور رفتار نکن. چرا نمی‌توانی در مقابل شاگردانت برازنده تر باشی و بالغ‌تر عمل کنی؟ این گونه است که اکثر استادان مراقبه و بسیاری از شخصیت‌های مذهبی دیگر مردم را فریب می‌دهند. آنها در مقابل مردم و شاگردانشان وانمود می‌کنند کسانی هستند که در واقع نیستند. آنها یا کاملا جدی هستند یا مرتب لبخند میزنند تا نشان دهند که زندگی همیشه برایشان سعادتمندانه است و از چالش‌های دنیا بالاتر رفتند. حقیقت این نیست. میتوان وقتهای آنها را دید که مانند هر شخص دیگری رفتار میکنند. بعد غذا خوردن، فریاد زدن سر مردم یا خیلی چیزهای دیگر که ترجیح میدهم اینجا ننویسم. راماکریشنا با این حال یک قدیس واقعی بود. او بدون اینکه مانند بسیاری از استادان نقاب غیر قابل نفوذی بر چهره بگذارد، عادی رفتار میکرد. برای او اهمیتی نداشت که مردم چگونه او را درک میکنند و به خود و کسانی که از او پیروی میکردند وفادار ماند. یک بار شخصی با او روبرو شد و پرسید چرا هنوز مراقبه میکنید؟ شما کامل هستید اما هنوز برای عبادت به معبد می روید و عبادت می کنید. چرا؟ راماکریشنا با اشاره به دیگ ساخته شده از فلز برنج پرسید آن ظرف را دیده ای؟ مهم نیست چقدر براق باشد. اگر به حال خود رهایش کنید کثیفی را به خود می گیرد. بنابراین باید هر از چند گاهی آن را تمیز کنید. من به همین دلیل عبادت می کنم. این کار مرا پاک می کند. صرف نظر از اینکه ذهن ما چقدر متوسط یا خارق العاده است، اگر نظم و اراده ای برای پافشاری داشته باشیم، در آن صورت هر هدف واقع بینانه ای قابل دستیابی است. هرچه الان نظم بیشتری داشته باشید، در آینده آزادی بیشتری خواهید داشت. این را همیشه به خاطر بسپارید. به عنوان مثال، اگر در حال یادگیری یک ساز موسیقی هستید، هرچه در ابتدا سخت‌تر و با دقت بیشتر تمرین کنید، بعداً آزادی بیشتری خواهید داشت تا هر آنچه را که می‌خواهید بنوازید. پس پایبندی به نظم و انضباط باعث می‌شود که احساس کنید کنترل بیشتری بر زندگی خود دارید. اگر بتوانید روز خود را کنترل کنید، می‌توانید زندگی خود را نیز کنترل کنید. و کنترل روز با کنترل ساعت، کنترل دقیقه و کنترل ثانیه شروع می شود. حداقل دیدگاه شخصی من این است. اجازه دهید شما را به چهارمین و آخرین فضیلت ببرم که با تمرین عملاً در کمترین زمان شما را از انسانیت به الوهیت ارتقا می دهد. بخشش. بیشتر ما به دلیل باری که حمل می کنیم زندگی سنگینی را پشت سر می گذاریم و تنها راه رها کردن این بار عاطفی بخشیدن خود و دیگران است. بخشش فراتر از هر چیز دیگری به ما آرامش می دهد. کسی که خطایی مرتکب شده احتمالاً کمترین اهمیت را به این می دهد که آیا شما او را بخشیده اید یا خیر.
ما لزوما نمی بخشیم که عدالت را انجام دهیم یا به طرف مقابل کمک کنیم، زیرا شخص مقابل قبلا این آسیب را وارد کرده و ممکن است به انجام آن ادامه دهد. ما می بخشیم تا احساس سبکی، آزادی و شادی کنیم تا بتوانیم پرواز کنیم. این مرا به یاد یک داستان کوچک می اندازد. مردی ثروتمند و خوش لباس به همراه دستیارش به روستایی آمد و همه اهالی را جمع کرد. دستیار از طرف اربابش گفت: ما برای ساخت یک انبار به یک قطعه زمین بزرگ نیاز داریم و برای آن بهترین قیمت را خواهیم پرداخت. پس از پرسجوی بیشتر اهالی روستا، مرد و دستیارش به آنها اطلاع دادند که انبار را برای نگهداری میمون می‌خواهند و در ضمن به هر کسی که برایشان میمون بیاورد به ازای هر میمون هم 50 روپیه می‌پردازند. روستاییان که از این فرصت طلایی هیجان زده بودند، شروع به گرفتن میمون برای آنها کردند. یکی دیگر از روستاییان به طمع داشتن سهمی در سود به آنها اجازه داد تا به طور موقت از انبارش استفاده کنند. به زودی روستا از میمونها خالی شد. مرد ثروتمند گفت که به تعداد میمون بیشتری نیاز دارد و گفت اکنون به ازای هر میمون 100 روپیه می‌پردازد. روستاییان به روستاهای مجاور رفتند و میمونهای بیشتری آوردند. آنها یک انبار بزرگ دیگر را از کشاورز دیگری که می‌خواست بخشی از این سرمایه گذاری هیجان انگیز باشد گرفتند. آتش روستاییان برای پول بسیار افزایش یافت. مرد ثروتمند اعلام کرد: ما میمون بیشتری نیاز داریم، اکنون به ازای هر میمون 200 روپیه می‌پردازم. روستاییان به جنگل رفتند و تا جایی که می‌توانستند میمون به دام انداختند. به آنها گفته شد که حتی بیشتر نیاز دارند و به ازای هر میمون 1000 روپیه به آنها پرداخت می‌شود. این پول بیشتر از آن چیزی بود که می‌توانستند تصور کنند. درست در آن زمان مرد ثروتمند مجبور شد برای کاری فوری به یک شهر نزدیک برود و پول نقد بیشتری برای خرید میمونها بیاورد. دستیار را آنجا گذاشت. روستاییان به دستیار گفتند که حالا تمام جنگل‌ها و روستاهای اطراف را خالی کرده اند و نمی‌دانند از کجا میمونهای بیشتری تهیه کنند. دستیار به آرامی گفت: گوش کنید، هزاران میمون در انبار است. من آمارشان را دارم، اما ارباب من تعدادشان را نمی‌داند. بنابراین اگر 50 روپیه به من کمیسیون بدهید، میمونهای انبار را به قیمت 500 روپیه به شما می‌فروشم. 3 روز دیگر که اربابم برگردد، آن را به قیمت 1000 روپیه می‌خریم. به این ترتیب به ازای هر میمون 450 روپیه سود می‌کنید. اما نباید به او بگویید، اگر بفهمد مرا می‌کشد. روستاییان که نمی‌خواستند این فرصت طلایی را از دست بدهند، جواهرات، زمین و دامهای خود را گرو گذاشتند و برای خرید میمونها پول جمع کردند و در عرض 2 روز همه میمونها را از دستیار خریدند. دستیار گفت: حالا فردا که استاد من برمیگردد بیایید و این میمونها را به ما بفروشید. انگار خودتان آنها را شکار کرده اید. نگذارید بفهمد من این میمونها را به شما فروختم. اگر متوجه شد که هیچ میمونی در انبار وجود ندارد، میگوییم در باز بود و آنها فرار کردند. ساکنان روستا خیلی مشتاق بودند که از این ترفند پیروی کنند و پولی بی دردسر به دست بیاورند. آنها حتی برای پولی که قرار بود به دست بیاورند برنامه‌ریزی کرده بودند. صبح روز بعد دستیار ناپدید شد و مرد ثروتمند نیز هرگز به روستا برنگشت. روستاییان فریب خورده چیزی جز تعداد زیادی میمون و بدهی برایشان نماند. روستاییان اساساً با یک نقشه دقیق فریب خوردند. ابتدا میمونها از آنها خریداری میشد و سپس میمونها را به قیمت بالاتری به آنها میفروختند و قول میدادند که دوباره آنها را بخرند. اما در آخر کسی نبود که میمونها را بخرد. چیزی مشابه همین هم
در مورد احساسات شما اتفاق می افتد. هنگامی که شخصی وابستگی غیر صادقانه ای با شما ایجاد می کند، میمونها را به قیمت پایین می خرد و شما آنها را دوباره می خرید، به این امید که کمی بعد آنها را با قیمت بالاتری بفروشید. اما در آن زمان آن شخص مدت زیادی است که از زندگی شما رفته است. به هر طریقی شما این احساسات را در یک انبار ذخیره می کنید و نمی دانید با آنها چه کنید. به این امید واهی که رفته رفته آنها ارزشمندتر می شوند. انتظار دارید یک روز همان شخص برگردد و بپذیرد که به شما صدمه زده است، به شما ظلم کرده است و از شما طلب بخشش کند. یعنی میمونهای شما را هر کدام 1000 روپیه بخرد. این اتفاق نمی افتد. تنها 1 در 1 میلیون احتمال دارد شخصی که به شما ظلم کرده است برای طلب بخشش بازگردد و از صمیم قلب ابراز پشیمانی کند و قول دهد دیگران اشتباه را تکرار نکند. اغلب مردم میگویند متاسفم قصدی نداشتم فلان و بهمان، اما روز بعد به رفتار قبلی خود باز میگردند. زنده نگه داشتن هر احساسی مستلزم پرورش آن است و این کار با یادآوری اینکه چه کسی به شما ظلم کرده است، چه زمانی به شما ظلم کرده و با شما چه کرده است انجام می شود. این کار شما را بیقرار می کند. با آن همه میمون که در خانه شما جست و خیز می کنند، چگونه می توانید در آرامش باشید؟ اگر آرامش می خواهید، یک روز باید در را باز کنید و آنها را رها کنید. و گاهی اوقات به همین سادگی است که میگوییم امروز در را باز میکنم و همه این احساسات را بیرون میکنم. این تنها راه آزاد شدن است. بخشش احساسی است که ارتباطی به این ندارد که طرف مقابل سزاوار آن باشد یا نه. بسیار نادر است که یک خطاکار پشیمانی واقعی نشان دهد و عمل خود را تکرار نکند. در این صورت آنها مستحق بخشش هستند. به هر حال بخشش چیزی است که باید در قلب و ذهن خود نگه داریم، زیرا کینه‌توزی از کسی ارزشی ندارد. مثل این است که 2 بار خودتان را تنبیه کنید. یک بار وقتی به شما ظلم می شود و بار دوم وقتی است که با نگه داشتن آن در درونتان به خودتان آسیب می رسانید. مهم نیست که خطاکار چه کسی باشد. اگر می خواهید آرامش و سلامت عقل به زندگیتان بازگردد، بخشش ضروری است. خودتان تصمیم می گیرید که چه می خواهید. آرامش یا اینکه ثابت کنید حق با شماست. اگر به دنبال صلح و آرامش درونی هستید، پس راهی جز تمرین و به کار گرفتن این فضیلت‌های اصلی در زندگیتان وجود ندارد. گاهی مردم میگویند من میخواهم این کار را انجام دهم اما نمیتوانم. برای مثال شما میخواهید به نظم نیم ساعت ورزش هر روز پایبند باشید و میگویید اما احساس میکنم نمیتوانم. اگر تصمیم گرفتید کاری را انجام دهید، پس انجامش بدهید. چرا به ذهن خود گوش می دهید؟ ذهنی که تمام چیزی که به شما می گوید این است که حس انجام کاری را ندارد. چگونه ذهن حتی وارد بازی می شود؟ فقط انجامش بدهید. همین و بس. ممکن است کمی به تعویق بیفتد، مثل زمانی که من باید پست وبلاگم را بنویسم. اما همچنان مصمم بمانید که کار را انجام دهید. این 4 فضیلت کلیدی برای سفر در مسیر معنوی ضروری است. اگر فرض کنیم ما انسان‌ها مانند یک اتومبیل هستیم، ذهن موتور آن و این 4 فضیلت 4 چرخ آن هستند. تا زمانی که چرخ‌ها در حرکت هستند، شما به حرکت خود ادامه می‌دهید. مناظر جدید، جاده‌های جدید، فصول جدید را تجربه می‌کنید. ممکن است بهترین موتور و قوی ترین بدنه را داشته باشید، اما اگر چرخ وجود نداشته باشد یا لاستیک ها سوراخ شده باشند، نمی توانید به جلو حرکت کنید. برای داشتن یک فلسفه صحیح زندگی باید این فضایل را داشته باشید
و احساس شفقت میتواند خیلی ساده اولین احساسی باشد که من انتخاب خواهم کرد. بعد از آن هم قرار نیست تواضعم را کنار بگذارم و همیشه به یک نظم خاصی هم پایبند خواهم بود.